درود بر شما. طاهری سفر هستم و اخبار امروز چهارشنبه 5 اپریل را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا سرخطی چندی از اخبار و گزارش‌های امروز. همسایه‌های جوان متهم به بمبگذاری در متروی سنت پتربورگ میگویند که عائله اکبرجان جلیلوف جنجالی نبود. این عائله خوب است. آنها دوستانه معامله کرده هیچگاه جنجال نمی‌کردند. فرزندانشان هم خوب هستند. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به این نظرند که قانون تنظیم رسم و آیین‌ها کمبودی ندارد. کمبودی در اسلام نیست، در مسلمانی ماست میگن. نمایندگان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا سعی دارند تاجیکستان را به عضویت در این سازمان مایل کنند. دولت‌های بزرگ بازار خرد پیدا می‌کنند، با دولت‌های خرد بازار بزرگ پیدا می‌کنند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان گفتند 2 نفر را در رابطه با ترکیش در نزد دادگاه نظامی شهر قرغان تپه دستگیر کردند. در وزارت امور داخلی روز 4 اپریل به رادیو زودی گفتند یک پسر و پدر دستگیر شدند و به دلیل ادامه تفتیشات جزئیات را درباره آنها نمی‌توانند آشکار کنند. در این ترکیش در روز 12 مارس یک مرد 67 ساله کشته شد. مقامات گفتند این مرد در نتیجه ترکیش ابزار ترکنده در دستش هلاک شده است. مقامات روسیه گفتند که 6 نفر زاده آسیای مرکزی را با اتهام جلب اعضا به صف گروهی به نام دولت اسلامی در شهر سنت پتربورگ دستگیر کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 5 اپریل با نشر بیانیه گفت حالا دلیل در دست ندارند که این افراد با عامل احتمالی بمبگذاری روز 3 اپریل در متروی شهر ارتباط داشته باشند. در این حمله 14 نفر کشته شدند و مقامات میگویند بمبگذار مرگ طلب اکبرجان جلیلوف یک زاده قرقیزستان است که شهروندی روسیه را داشت. حامیان حقوق بعد از این حمله از مهاجران آسیای مرکزی خواستند احتیاطکار باشند و زیاد از خانه بیرون نآیند. این زمان مادر اکبرجان جلیلوف که برای جواب دادن به سوالهای مفتشان به شهر سنت پتربورگ آمده است میگوید باور ندارد که پسرش چنین کاری را انجام داده باشد. و خبرنگاران رایترز با همسایه‌های این شخص متهم به بمبگذاری مرگ طلبانه در جنوب قرقیزستان صحبت کردند. روز سه‌شنبه صدها ساکن سنت پتربورگ نوبت می‌پاییدند تا برای زخمیان بمبگذاری در متروی این شهر شمال روسیه خون دهند. طبق اطلاع رسمی بر اثر ترکیش روز دوشنبه در قطار مترو 14 کس به هلاکت رسیده، کمش 50 نفر دیگر جراحت برداشتند. در شفاخانه‌ها کمبود خون به وجود آمده است و طبیبان از ساکنان سنت پتربورگ درخواست کمک نمودند. میخواهم کمک کنم، میخواهم خوبی کنم. این فاجعه نه تنها برای نزدیکان قربانی ها، این فاجعه تمام مملکت است. کمیته تفتیشات روسیه میگوید که مفتشانش هویت بمبگذار مرگ طلب متروی سنت پتربورگ را تشخیص کردند. او اکبرجان جلیلوف است که سال 1995 به دنیا آمده است. به غیر از آن کارشناسان آثار ژنتیکی جلیلوف را در خلطه پیدا کردند که با مواد ترکنده در ایستگاه پلوشت وستانیا گذاشته شده بود. اکبرجان جلیلوف در شهر اوش قرقیزستان تولد شده است. او در سال 2011 بر اساس عریضه پدرش که شهروند روسیه است، صاحب شناسنامه روسیه شد. جلیلوف به سنت پتربورگ کوچیده، در آشخانه یک فروشگاه با آشپزی و در یک کارگاه دیگر با تعمیر ماشین مشغول بوده است. مادر، پدر و برادر خرد جلیلوف در قرقیزستان به سر میبرند. به نوشته رسانه‌ها جلیلوف دائما به زیارت از نزدیکانش می آمد. روز سه‌شنبه در خانه جلیلوف ها قلف بود. نشریه‌های قرقیزستان ابراز داشتند که نزدیکان جلیلوف متهم با بمبگذاری مرگ طلبانه را به زودی به سنت پتربورگ برای بازپرسی انتقال می‌دهند. همسایه‌ها میگویند که هیچگاه با عائله جلیلوف ها مشکلی نداشتند. این عائله خوب است. آنها دوستانه معامله کرده هیچگاه جنجال نمی‌کردند. فرزندانشان هم خوب هستند. ما با پدرشان آشنا نبودیم ولی هنگام واخوری ها به همدیگر سلام می دادیم. ما یکدیگر را در مسجد می دیدیم. او به کار می رفت و منی بازنشسته در خانه هستم. حالا مفتشان روسیه احتمال شرکت اکبرجان جلیلوف در گروه های جهادی را تفتیش می کنند.
گزارش‌های مفصلی رادیو آزادی درباره بمبگذاری در شهر سنت پتربورگ، تحقیق حادثه و وضع مهاجران بعد از حمله را در سایت azadi.org تماشا کنید. شورای امنیتی سازمان ملل روز 5 اپریل حمله احتمالی کیمیاوی در سوریه را بررسی می‌کند که دیروز ویدیوهای مدهش آن را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. در این ویدیوها صحنه‌های پس از حمله دیده می‌شود و تلاش برای نجات آسیب دیدگان که در کوچه‌ها خوابیدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش همراه می‌بینیم. چند از آسیب دیدگان حمله احتمالی کیمیاوی در ادلب سوریه را برای معالجه به شفاخانه در شهر ریحانلی ترکیه آوردند. آنها به خبرنگار رایترز گفتند که بعد از حمله گرفتار نفس‌تنگی، دل به‌حضوری و سرگیجی شدند. یک موشک بود و ترکید و دود زیادی از آن خارج شد. دود زیاد و بوی همه جا را فرا گرفت و نفس کشیدن سخت شد. ما دیگر نفس گرفتن نمی توانستیم. نفس گرفتن نمی شد. مطبوعات ترکیه نوشت که کمش 15 نفر و به خصوص زنان و کودکان را برای معالجه به این کشور آوردند. روز 4 اپریل حامیان حقوق نیروهای دولتی سوریه را به حمله کیمیاوی در شهر خان شیخون متهم کردند. در شبکه‌های اجتماعی صحنه‌های مدهش مردم بیهوش در کوچه‌ها را گذاشتند و بنا به گزارش‌ها 72 نفر در این حمله کشته شدند. فعالان و طبیبان و نجات بخشان در این شهر زیر دست آشوبگران میگویند که حمله کاری دست نیروهای سوریه است. ارتش سوریه این ادعا را همیشه رد کرده و گفته است که هیچگاه در جنگ 6 ساله داخلی اسلحه کیمیاوی را استفاده نکرده است. و بر اثر ترکیش در شهر لاهور پاکستان کمش 6 نفر کشته شد و بیشتر از 15 کسی دیگر زخم برداشتند. مقامات ولایت پنجاب گفتند حمله کاری دست مرگ طلب بود که ظاهراً می‌خواست ماشین نظامیان را هدف بگیرد. به قول مقامات در حمله 2 فرد ملکی و 4 سرباز به هلاکت رسیدند. نهادهای امنیتی پنجاب حمله روز 5 اپریل را عمل تروریستی نامیدند. گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. از این پیش در ماه فوریه نیز یک بمبگذاری مرگ طلب از گروه طالبان در شهر لاهور مرکز ولایت پنجاب 14 نفر را کشت. برمیگردیم به تاجیکستان. وکیلان مردمی تاجیکستان پیشنهاد اصلاح قانون بحث برانگیز درباره تنظیم مراسم و عنعنه‌ها را بررسی نکردند، زیرا به قول آنها قانون به اصلاح نیاز ندارد. رئیس مجلس نمایندگان در جلسه روز 5 اپریل گفته است که این سند کمبودی ندارد، بلکه در اجرای آن خود مقامات کوتاهی میکنند. شادمان یتیم گزارش میدهد. رئیس پارلمان تاجیکستان نهادهای دولتی را به سوء استفاده از قانون عیبدار کرد. شکرجان ظهورا در جلسه 5 اپریل زمانی که تغییر و علاوه ها به قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان محاکمه میشد، این فکر را بیان کرد. حتی اداره‌هایی که به این مسئله مشغول هستند در محل ها سوء استفاده میکنند، مثلا با یک کس بسیار جدی رفتار میکنند، با یک کس دیگر چشم پوشیده مثلا نمیبینند. همین چیزهایی که مثلا در قانون پیش بینی نشده. این صحبت ها در حالی است که قانون تنظیم رسم و آیین ها در 10 سال موجودیتش به یکی از بحث برانگیزترین قانون های تاجیکستان تبدیل شد و بحث درستی قبول شدن آن هنوز هم خاموش نمی شود. کمبودی در اسلام نیست، در مسلمانی ماست میگن. یعنی کمبودی در خود آدمان است که با هر راه رعایت نمیکنند. قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان سال 2007 قبول شده، هدفش به تنظیم درآوردن و کم خرج گذراندن رسم و آیین های مردم است. همون سبکی که مثلا پیشنهاد شده بود که ما باید مسئله های مثلا بعضی چیزهای دیگر داخل کنیم که باید مشکلی ها را آوردنش ممکن بود، باز یعنی نسبتا سخت‌تر و مکمل‌تر. طبق اطلاع منابع رسمی در این مدت در جشن و مراسم های مردمی بیش از 4 میلیارد سومانی صرف شده است. کارشناسان میگویند ناوابسته به نظارت مقامات میان اهالی مراسم های پرخرج به نظر می رسد و عنعنه های نوی نیز در مراسم های خرسندی و ماتم به وجود آمدند. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی، دوشنبه.
در دوشنبه میمانیم. روزی سه شنبه گروهی از کارشناسان و دیپلمات‌ها در پایتخت تاجیکستان جمع آمدند و درباره آن صحبت کردند که پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا چی منفعت دارد. در این نشست تاجیکستان را تشویق کردند که تأخیر نکند و به این سازمان زیر رهبری روسیه بپیوندد، اما جواب دوشنبه هنوز هم تغییر نکرده است و درباره این جواب همکارم برات یوسفی گزارش می‌دهد. روسیه و کشورهای عضو سازمان همگرایی اقتصادی اوراسیا با تأسیس یک همایش در دوشنبه و تبلیغ منفعت‌ها از عضویت در این سازمان پرداختند و به نظر می رسید که جلب تاجیکستان برای عضویت به این سازمان هدف اصلی به هم آمدن کارشناسان و مسئولان از кишварҳои عضو است. Дверь для Таджикистана открыта, и она всегда была открыта, потому что, в принципе, основой برای تاجیکستان در این سازمان باز است و همیشه باز بود، زیرا اساس سازمان همگرایی اقتصادی اوراسیا یورازیس است که تاجیکستان از ابتدا عضو اتحادیه بود. قرقیزستان یکی از کشورهای عضو سازمان همگرایی اقتصادی اوراسیا است که به دنبال روسیه، بلاروس، قزاقستان و ارمنستان در یک سال پیش به این سازمان پیوست. نمایندگان قرقیزستان با توصیف از منفعت‌های عضویت به سازمان همگرایی اقتصادی اوراسیا صحبت می‌کنند. منفعت‌ها از عضویت در این سازمان نمایان است. قبل از همه برای مهاجران کاری سابق ما در روسیه، آنها فعلا مقام مهنتکش را صاحب شدند. عملا آنها همه حقوق‌های شهروندی کشورهای عضو سازمان همگرایی اقتصادی اوراسیا را به دست آوردند. 3 روز حق به ثبت بود و باش دارند، امتحان نمی‌سپارند، پتنت کاری نمی‌خرند، به پول در درمانگاه‌ها خدمت رسانده می شود. کودکانشان به پول تحصیل می کنند. از همه مهم با اختصاص خودشان کار می کنند. اما کشورهای سابقه‌دار عضو سازمان همگرایی اقتصادی اوراسیا از برآورده نشدن خواسته‌ها و انتظاراتشان از عضویت در این سازمان منطقوی اقتصادی صحبت می‌کردند. متاسفانه خوشحالی قبل از وقت نه همیشه ثابت میماند. من مجبور میگویم که بحث قرار همکاری ها در بخش صنعت تبادل مال را به فکرم باید ادامه دهیم که تا کدام اندازه به جریان ایجاد همکاری سیاست صنعت واحد مساعدت میکند. کارشناسان و اقتصاددان‌هایی که از جانب تاجیکستان به این همایش دعوت شده بودند، با پیوستن تاجیکستان به سازمان همگرایی اقتصادی اوراسیا دعوت می‌کردند. نسبت به دولت‌های بزرگ، به دولت‌های خرد وارد شدن به همین گونه اتحادیه‌ها نفع بسیارتر رسانده می‌تواند، زیرا دولت‌های بزرگ بازار خرد پیدا می‌کنند، اما دولت‌های خرد بازار بزرگ پیدا می‌کنند. گردش مال و کالا میان تاجیکستان و یکی از کشورهای اصلی سازمان همگرایی اقتصادی اوراسیا روسیه در سال گذشته 2016 حدود 688 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که نسبت به یک سال پیش 15% کمتر بود. سازمان همگرایی اقتصادی اوراسیا سال 2010 پس از تأسیس اتحادیه گمرکی در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا میان کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان تأسیس داده شد. بعداً به این سازمان ارمنستان و قرقیزستان پیوست و تاجیکستان صرف نظر از پافشاری‌های اعضای این سازمان اقتصادی هنوز تصمیم ندارد که به آن سازمان پیوندد. در شهر دوشنبه شب 4 اپریل هوا یکباره سرد شد و برف بارید، ولی به بخت کشاورزان تاجیک دیر نپایید. باریدن برف در ماه اپریل در پایتخت تاجیکستان و نواحی اطراف آن حادثه نادر است و از همه بیشتر کشاورزان از برف بهاری میترسند، چون میتواند حاصل میوه‌هایشان را نابود کند. هواشناسان تاجیک میگویند ممکن است شب 6 مارس هم برف ادامه کند و حرارت تا 1 درجه زیر صفر برود. اما هوای سرد در تاجیکستان دیر دوام نمی کند و ممکن است هوا در نواحی تابع مرکز و شهر دوشنبه روز 8 اپریل تا 20 درجه و از این هم بیشتر گرم شود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی در فیسبوک پیدا میکنید. در ادنکلاسنیک هم گروه داریم با نام رادیو آزادی و در توییتر با عین نام صفحه ما را میتوانید پیدا کنید. برنامه ما به پایان رسید و خدا نگهبان.